حضرت سعدی میگوید به طواف خانه رفتم، به کعبه رحم ندادند که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. من وقتی خانه کعبه رفتم، خانه کعبه مرا نگذاشتن که خانه کعبه درایم. برای چی؟ برای تو چگونه مسلمان هستی، چی خدمت در اسلام کردی که امروز طواف زیارت کعبه آمدی. هیچ سیقل نکو نتواند کرد، خدا رحمت کند سعدی را، هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه